مگر حیا کجا شد؟ مادرای عزیز شاید همون دختری من شما هستند. وای چگونه آینده مادر بشود؟ وای چگونه آینده برای جامعه ما نسلی سالم بتید؟ اگر امروز ما همه خاموش هستیم گویم این دموکرات است، اختیار به دست خودش است، تا فردا پس فردا این وبا عام بشود، دخترای ما و شما را هم فرا بگیرد. پیغمبر گفتند یک گناه وقتی که ظاهر شد که پیش راه او رو نگیریم بعد از آن زمان عام را فرا بگیرد. این دموکراسی است ممکن. دختر تاجیک قاضی گردد ممکن ببخشد آریان. دختر تاجیک بگی فلافه در لبی دایره آوازه کند ممکن، اما دختر تاجیک مسجد رفتنش ممکن نیست. من دموکراتیا، من پیشواهای اسلام که فتوا براوردن برای زنها را از مسجد مگر این خائنای دین. چون برای این فتوا نمیبرارن؟ چون نمیبرارن در تلویزیون گوید دخترهای تاجیک شما ای مقدر لبی دریا پرسی لبنده کن فلافه آوازه کند، چون نمیبرای ازش فتوا برارن؟ خیال میکنه اینا در پیشگاه خدا جواب نمیدن. خیال میکنه که اینها جوابگر و مسئول نیستن. والله الذی لا اله غیره اول این اشارهای فتوا برا جواب میدن. ما جواب میدیم. من حالی دختری تاجیک پیشتر در لب دایره مردم میدیدیم خیال میکنه روسا هستن، اونها کارمانده بود و یا حیوان بودن. اما امروز دختری من شما باطلی پلاس که در لب دایره است. کجا شد حیا؟ پیغمبر میگد الحیا من الایمان. کجا شد حیا؟ شاعر میگد حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. کجا شد حیای تاجیکی؟ کجا شد حیای ملی؟ کجا شد حیای اسلامی؟ با همون قنچکار با کسی روز با پادگاه مسلمانی هایونشون میکرد. جوانای عزیز، من از شما بارها خواهش کردم که این دو فاحشه ها رو به زمین نگیرید. و یا مادرم برای فرزندای شما وای حق مادری ندارد برای بچه شما، برای دخترای شما وای مادر سن حق ندارد. بنابر در اختیار همسر جوانای عزیز سر اسلام نشوید. در اختیار همسر حتما عیال انتخاب کنید، دختر انتخاب کنید که با آداب باشد، با حیا باشد، با عفت باشد، میلش خواند، میلش کار کند، اما حیا و عفت داشته باشد. پیغمبر شما به شما جوانای عزیز خطاب میکند علیک بذات الدین و فی روایت فاصبر بذات الدین تربت یداک. ای جوان مسلمان، ای جوان امت محمدی، ای جوان پیرو قرآن، عروس انتخاب کنی وای با حیا باشد، با عفت باشد، وای وفادار به تو باشد، نه زنی عمومی برای عمل. من حالی دخترای تاجیک این نوی دایرهای کافرمیان من بشما بود، نوی دایرهای مردم نمیدونه که چی گپ هست. بنابر جوانای عزیز خداوند شما را دوست بدارم. وقتی که شما با حیا باشید، با عفت باشید، یک نشانه مسلمانی این حیاست، یک نشانه ایمانداری این حیاست. من در اینجا صحبت خدا کوتاه میکنم و از پدرای عزیز خواهش میکنم که دختراشم تاکید کنن، فریفته مدنیت غرب نشوند، فریفته اخلاق اونها نشوند. ما مدنیت نیست، باور کنید، ما اخلاق نیست، ما حیوانیت است. خدا رحمت کنه علامه اقبال میگوید شرق را تقلید غرب برباد داد، شرق را از بین برد تقلید غرب. امروز تاجیکی ما را تاجیکستان حتی انعنه‌های ملی ما از بین رفت. مادری تاجیک ترک آستیندار بود، امروز از بین رفت. مادری تاجیک روی مال داشت که پیشی بروش محکم بود، امروز ایبان رفت. مادری تاجیک حتی آستینش کشاده بود که با یکم بچه دقایش خشش زیارت میکرد، آستینش دراز میکرد، دستش نمی نمود، امروز از بین رفت.
به چی؟ به تقلید حیوانانه دنیای غرب. شرق را از بین بر از تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید کرد. بنابر ما مسئول شرقی ها، ما مسئول علماها، داعی ها، پدر و مادرها، رئیسای محله، آقساقالای محله که باید در محفل ما غربی ها رو تنقید کنیم، اخلاق و مذمت